بعدی به دست آوردن نعمت بزرگ استقلال و آزادی ما با احیای ارزش‌های ملی و فرهنگی مردم کهن‌بنیادمان آغاز کردیم. تاجیکان از زمانهای خیلی قدیم، یعنی در طول تاریخ بیش از 6000 ساله خود صاحب سواد و دانش، دیوان و دفتر، معمار و شهرساز، شهردار و شهرنشین، یعنی ملت فرهنگ سالار و تمدن ساز می باشد. محض به همین خاطر، یعنی جهت بلند برداشتن حس ملی و خودآگاهی و خودشناسی مردم، اینچنین برای تربیت نسل‌های امروزه استفاده کردن میراث بزرگ اخلاقی و معنوی و ارزش‌های جاودانه فرهنگی گذشتگان، ما طی 30 سال ده‌ها جشن و چهارمینی‌های مهم را برگزار نمودیم. جشن 1100 سالگی دولتداری سامانیان، 2700 سالگی کتاب مقدس اوستا، سال بزرگداشت تمدن آریایی، 1150 سالگی استاد رودکی، سال بزرگداشت امام اعظم، 1000 سالگی ناصر خسرو، 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی، 700 سالگی میر سعید علی همدانی، 700 سالگی کمال خوجندی، 2700 سالگی شهر کلاب، 2500 سالگی شهر ایسترفشن، 3000 سالگی مدنیت ایثار، 5500 سالگی سرزم باستانی و 10 همایش دیگر از جمله آنها می باشد.